روز خوبیه. کراتیو ساکت باش. سلام عزیزم، صبح بخیر. چی نیست اینجا؟ من پرده درست میکنم. من یه دونه درست کنم. کافین تیبل. بایسا بودو. یک سه. کرافتینگ تیبل تا بیار. زود باش. واسه یا کرافتینگ تیبلشون بیاره. آوردی؟ همه وسایلاتو گفتم بذار دیگه. خیلی خوب. آماده این؟ یک دو سه. خیلی خوب. سرور کردم. او نمیدونستم میتونیم از اینجا بریم بالا. او چه روز خوبی. نه ای بابا نمیدونستم که میتونم بیفتم. من با کت برداشتم. باشه بیا پیش من. الکی زدم. یکم غذامون کم نیست. اینو از اینا با خودم داشته باشم. اینم از این. خیلی خوب. همه دارن همیلا رو میکشن. اصلا از اینجا برم. گلام نری اونجا. اینجا اونجا. بذار این سلایما رو، این چیزا رو بردارم. ای باشه. اینیا بیا برای یه دونه جایزه دارم. نه وای نمیتونم درشون رو ببندم. آها یا من الان باکتمو درست کنم. بچه ها نمیدونستیم که من از اینا دارم، تا که من یه بار چیز کردم گونم پشتم. اینیا من میرم آب بردارم. اونجا آب هست. باشه منم رفتم آب بردارم. یا پیش من آب. اگر اینجا هیچ هیولایی نداشته باشه. غذایی که میخواستم همینه. نم از این. یا پیش من. کجایی؟ اینجا. چطوری بیا؟ اینجا باکته. حالا اینجا چطوری باید برم بیرون؟ آها اینم از این. این هم میخوام برم بیرون. نه وایسا اگر میخوای بکشمت. نه شوخی کردم. باکت. اینا اینجا یه دونه نردبون بذار دیگه. من که نمیتونم برم. آها من رفتم بعدت. بیا تو هم. خیلی خوب دوباره سروایو میکنیم. یک دو سه. میشه بره کنار؟ بره کنار. نمیتونم بیام. آها رفتم اون اینه بالا اومدن و یا نگرفتن. برم توی انبار ببینیم چیا شد. هیچ. اینه من میرم یکم آب بردارم. هیچ صدایی نبود. اینجا. چی؟ اینجا. باشه همونجا میخوام برم. برای کنار. اوه اینا من نداشتم. حالا نمیتونم آبم بردارم. آب برداشتم. خب اینا آبتو برداشتم. من رفتم. چیه؟ وایسا من میخوام یه چیزی درست کنم. اینی هم وسیله داری؟ آره وسیله دارم. بیا اینم از این. نه از اونا نمیخوام. از اینا داری؟ آره کرافتینگ تیبل. کرافت. نه اینا اون درت داری؟ درت بده. خاک همون خاک. بیا بذار ببینم من گرفتم.
آره اونا وایسا من برم بعدش دوباره زنگو بزن کجا بزنم بیا تو اینجا باید بزنم چه میدونم نه نمیشه خیلی خوب کجا بزنم خیلی خوب من اینا اینجا میذارم کنجا دارم اینجا میذارم بیا بگه خاک تو مرسی نیستی که اینجاست حالا که نمیاد بیرون درسته؟ اینه هم درست کن اینه سلام من آب میخوام این کاری بکنم ببخشید گولا ببینم با اینا میشه چیزی درست کرد اینی چوب داری؟ ای بابا باید درخت بذاریم درخت بذار درخت الان درخت میذارم یعنی پیش خونه من درخت نذار خب من میخوام یکی دیگه درخت بذارم از این درخت ای بابا رفت بچه شما این صدا شنیدی؟ ولی صداش بدید اینی نه درخت اینجوری نه ببین توی دستم چیه از اونا بچه دارم باز نزار باز نزار ای بابا بیا بالا دیگه آها گرفت بیا کمکت کنم بیا ای بابا چرا نمیشه بیا برو چه گرفتارم شده بود این غلامه اینی نه درخت نکردینا پس گفتم جلوی خونه من نه برو یه جای دیگه برو توی خونه خودت ای بابا منم گیر کردم خیلی چرا خوشگلم بابا بیا بالا آها آقا الان شد یک تخم مرغ من گرفتم چی شد یه بوم؟ تو خونه خودت گذاشتی یا خونه من؟ خونه من خیلی خوب آفرین درخت من خیلی خوشگل شد خونه منم خوشگل شد بذار اینجا زنبور بدم اینم از این زنبور باشه زنبورم بذار زنبور کجا تخم زنبور رو میگم تخم زنبور میخوام زنبور بزنم زنبور کجاست زنبور کنده از سر نذار اصلا اینجا زنبور که پیشیه دیگه بند کنیم پیشه چون نازه نه زنبوره بیان تو خونه با اینه اینقدر زیاد نذار 2 تا بذاری بسته ولی زیاد گذاشتی دیگه این چه صدایی بود خونه اینجاست آقا اینا باید بینه نه خونه وای خونم پر از درخت شد وای وای بچه اینجا چکونی میکنم میام اینجا آقا خونم چرا اینجا گیر میکنن بیا برو درختم رو نکن بابا بیا برو احسان دانیل تو چرا نگاه میکنی نکنه تو که هستی اصلا کسی خونه نیست نذار میگم نذار انقدر نکش برباز میکنه میکشم چکار کنم
نگاه کن. میاد بالا خودشون میاد خونه. ایلیا هر چی که میخوای و بردار خب چون که میخوام سروایو کنم. چوب ایلیا کردی زود باش کردی آره کردم. وایسا منم یه کاری بکنم یه حرکت بزنم حرکت حالا خب یک بیا برو توی خونه خودت یک دو تا 5 میشمارم لنچ نکنی بیا 3 4 بله و 5 آقا این چیز داری شما در میارید بابا چیه اون وقت این از اینجا دارم چوکولیتو میکنم واسه من میخوام یکم چوب بکنم ها این چیه چی میدونم آقا اینجا غذا داریم ما از اینا نه از اینا دارم کوچولو چوکولی کنم واسه ببینم یکم صبونه نخوردم اوه باشنم نمیخوام ایلیا لطفا برا واسه سیب زمینی بکنم از این سیب زمینی ها نه یا بالا بیام بالا. وای خیلی دوست دارم از اینا اینا من میرم چوب بگیرم منم میام چوب بگیرم. هم بالا چوب بگیر باشه. میخوام خودم رو بزنم اینا بیا بالا تو از چوبای خودت بگیر میزنم ایتا بیا بالا چوبای خودتو بگیر این چوبای منه هر چه چوب هست ازم میگیره واسه میمونم این درخته خیلی خوب بعدا روش میکنه نمیدونم. مچخات تونه وای چوب کندن خیلی حوصله سر بره مگه نه این یا میام. اینجا هیچ چی موند اینجا چوب بود اینجا زنبوره. اینجا بیا برو اینجا زنبوره. بیا برو میزنم تا ایلیا من چوب ندارم. بیا برو از چوبای خودت بگه من گفتم که درخت بذار بیا این درخت رو به تو میدم بگیر اینجا میذارم بعد که روش کنه بالاخره میاره درخت چوبم میاره وای سبا این آجی بیا این درخت بیا برو من باکت نمیخوام من باکت دارم بای بای وای این تو غلامه یا هاپوتو نزن یا بزنش هر کاری که دوست داری بکن باشه نزنه اینجا خونه یکی دیگه است خونه من نیست خونه من اون یکیه بچه توی مایکرافت انقدر باداییم خسته نمیشیم آجی آب. نمیخوام مرسی من خودم آب دارم آجی بله بیا آبو ببین. کجایی خوبه حالا اینجا چی کار چی کار میکنه
داره چیکار میکنه ایلیا؟ ایلیا کار موشک بازی دارم میام پیش رو پیدا کنم. اینجا کیه؟ دوباره با تو خونت. حالا بچه چوگاله ایلیا رو کردم. بالاخره تونست. ایلیا برات درخت دارم. درخت؟ میزنم اینجا. یکی دیگه. یکم واسه خودم بزنم. اونجا یه دونه گاز داشت. بله. چند خودم میزنم اینجا. اینه داره شب میشه. من میرم توی خونم. هنوز که شب نشده. نمیتونم شبش کنم چون که وقتی که سروریم نمیتونیم. آقا مهمانی یا نتونی بخوابی چون که هنوز شب نیست. همچه بزنم تا بخوابم. برم بالا. ای بابا این همه نوشته است نمیتونم جلو با ببینم. بالاخره که داره شب میشه. وای عنکبوتی نیاد اینجا بازه میاد توی خونه. آها بالاخره خوابیدم. این تو هم بخواب زود. چی شده مگه تخت نداری؟ تخت ندارم. ای بابا باید صبحش کنه. ای بابا باشید ببینم. آها ای خدا 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 بخیر خدا بخیر مامانم میتونه بود کنی بزنم. بیا خود بیا خود غذا میخوای؟ ای بابا این چی بود دیگه؟ یه چیز دیگه میخواستم. آها کی دلش غذا میخواد؟ خدا خدا به امروش میسوزی؟ کنترت گرفته. خیلی خوب من چیز میخوام. خیلی خوب حالا واسه خودم میخوام چیز چیه؟ باشه داره. نه نمیخوام. بایستا ببینم تو کرافتینگ تیبل میشه چیزی درست کرد. آها خیلی خوب تا بسته. و چیز میکنم این دیگه چیه؟ آها خیلی خوب از اینا میخواستم. بله؟ کجا بذارم نمیدونم. من اینو نمیکنم بذارم اینجا اینجا. مشکله. ایلیا سلام. سلام بیا سلام. فکر کنم نمیتونم. بیا باشه اینجا رو درست کنم. مدی وایستا. آروم نه. آها گرفتم. سلام هاف آروم برم. این با این کارات آدم رو تیمونه میکنی. خب نفش خب میدونی که اونا گناه دارم. من گفتم نزنش تو زدی اونم قادت گرفت. بفرمون هر که مرا بکشه بیا تو خونم. بله که میکشه. وای داره میاد.
فکر کنم نمیاد پیش من. آره نمیاد. اینجا تو کجایی که من بیام؟ اینجا تو خونه. اینجا فکر کنم اینجاست. اینجا کجا؟ ای بابا. ای بابا سلام. سلام. نمیدونم اینا کجاست. آها فکر کنم اینجاست. این از این بالا اومدن دیگه. سلام ایلیا، حالا تو بیا توی خونه. چی شده؟ بیا توی خونه. من 2 تا خونه دارم. معلومه نه 3 تا اونجا یه انباریه. بیا اینجا. خونه من خیلی خوشگله. داشتم تا 10 بار میومدی توی خونه من. ببین. بالا بیا. ببین اینجا چقدر خوشگله. بالا بالا. نه من خودم شمشیر دارم. اون شمشیر واسه توی وقتی که یکی اومد به حمله کنه پیش تو باشه. یا به اون دست نزن. نمیتونی منو بکشی چون که من از اینا دارم که دست من نمیگیرم. دارم از این چیزا میخوام. گلدن اپل. آجی من باکت دارم. یا باکت. منم گلدن اپل دارم. گلدن اپل؟ آره. گلدن اپل رو بده. من چوبو میخوام بردارم. بگی. ای بابا. بگی. مرسی. کم بخورا. باش. خوردی؟ خوردی؟ خیلی نمیخوام. نه گلدن اپل دارم. حالا بده من. گلدن اپل. خیلی خوب دیگه بسته. بده من. بده من. بدم. بیا. یکم هم گلدن کرنچ بخورم. از اینا بخورم. نه رفتم. قلب تو میدونم همیشه تو با من بله. داری چوبامو میگیری؟ نه نمیام پیشه. نمیام چوبانه ایلیا بادایی داریم اینجا چوبانه میکنیم. بچه ها نه بس این چه زده بود. ایلیا منو نبینه. فقط منو نبینه بهتره. الان منو نمیبینه. نیستم. ما رو ندید بچه ها. حالا میکروفونم رو الان قطع کردم چون که یه حرف مهمی باید بزنم که ایلیا نمیشنوه. بچه ها ایلیا رو میخوایم یه کار فوزیلی بکنیم واسه همین کراتیو شدن رو ادامه میدیم. کراتیو میشم و یه کاری میکنم. یه اصلا چوکالی نکنیم بابا. از اینجا چوکالی بکنیم. مثلا ببینیم ایلیا داره چیکار میکنه یا من دارم چیکار میکنم یا این غلاما داره چیکار میکنه یا پیش نظرتون چیکار میکنن این چیزا. بله حالا میکروفونم رو روشن میکنم. ایلیا. بله. سلام. من خونم. میدونم تو خونه ای. بذار ببینم از اینجا میتونی بیافتی؟ خب نمیتونی بیافتی؟ چون اون موقع افتادم. ای وادیده گفتم میافتم. انا افتادم اینجا یاها. بله. ای وایسا ببینم. آها
چه حرکتی زدم. اوخ مادم آی من مادم رام خونه کش من گناه دارم خونم. بچه ها بالاخره میخوام برم اون بالا. ای بابا این که چیزی نیست. یا من اینجا میخوام برم بالا. ای بابا چرا ماشین رو میتونم باز کنم؟ آها اینیا من نیستم. نمیتونی منو پیدا کنی. نمیتونم. خیلی خوب داره شب میشه. واسه ببینم من چطور میتونم همینجوری بمونم. ها؟ اینیا بیا منو پیدا کن. نمیدونی که من کجا. بیا منو پیدا کن دیگه. ای بابا قلب تو میدونم همین چی تو میدونم. اینیا بیا منو پیدا کن. بیا منو پیدا کن. خب پیدا کردی میدونم. اینیا منو نکش. یه دونه بزنم میمیری. میدونم اینا میدونم. برم میام. خب حالا من میکروفونم یا باکس پس بیا برو. ترسیدم بدبختا. بیا بیا تو میخوایم کشتی بگیریم. بیا آها زدمش. بله بیا پیش من. جلو اومده اونجا. برو بیا پیش من. اینی من یکم غذا بخورم. منو کشتی قبل ندارم که. بکنم از این پالا کراویت و از این بخورم ببینم مزه‌شون چی. آقا این از من خوردنی نیست. خیلی بله یا کیک. حالا بچه من میکروفونم رو خاموش کردم. ببینید اینیا خیلی یه کوچولو بد رفتاری میکنه. اینا میدونن نه بد رفتاری نمیکنه. یه کوچولی چیزه خب ولی کاراشو خوب انجام نمیده. اینا من میدونستم و میخوام چوکوله اینیا رو بیشتر کنم. بله میخوام یه جورایی بترسونم اینیا رو بگم اینیا برو توی خونت. بعدش برم تو اون انبار من بگم وای اینیا کمکم کن. اینجا یه دونه حیونا اومدن توی انباری و این چیزا. اینیا بیاد اینجا و میخوام بکشمش. نه شوخی کردم. میخوام فقط بترسونمش. حالا من یه چیزی برمیدارم. بعدش آقا اینیا برو توی خونم. خیلی خوب کجایی اینیا توی خونم؟ بله این یکیه. اینیا بیا برو اون شمشیر منه. آره بذار سر جاش. من وای اینیا بیا برو. شمشیر من بذار سر جاشه. ای با شمشیر که این شد. خیلی خوب تو این میخوام چیز درست کنم. چی درست کنم نمیدونم. بذار ببینم. هیچی نمیتونم درست کنم یعنی این چی من نمیده. اینا چیه؟ افه واسلای میپای. اینیا بهت گفتم که نکن. ای بابا گوش نمیدی که. حالا
حالا یه چیزی میخواستم بگم همون کاری که گفتم رو میکنی. ایلیا رو میترسونی. ای بابا اولی دونم غذا بخورم. ایلیا برو توی خونت، میخوام یه کاری بکنم. بیا برو توی اون دایمنت خونت. دایمنت خونه؟ آره. دایمنت خونه نه اینجا. ایلیا بیا برو، الان میزنم به تو. فقط اینجا. از اینجا بالا بیدون. بیا برو اون ور. خیلی خوب، پس باید من یه کاری بکنم. ای بابا اینیا بلاک داری؟ بلاک؟ آره دارم. بده الان میزنمت. شوخی کردم. بده. بعدش دوباره بهت میدم. خب بده دیگه. برای که نه گرفتم. حالا خب مرسی. بیا برو، من کار دارم باش. برو من چه خونه. خیلی خوب بچه. بیا بگیر. ایوا بگیر. مرسی. دارم ببند. حالا بچه من یه جوری میشم تا ایلیا رو بترسونم مثل شیطان. ایلیا کمک، شیطان اومده منو گرفته. جیک نزن. منو کشته دیگه. بردم. خیلی خوب بچه حالا تونستیم بکنیم. اینا شیطان داره چیکار میکنه؟ هیچی. میخوام خونه درست کنم. برم توی خونه نجلا پیششو بکشم. بچه اونجوری که میبینید من میخوام اینو رو یک جورایی بکنم. حالا اینیا که ترسید خدا واقعی بشم و برم کنم. ایلیا خوبه که من دیدمت. بله. کمک. چی دارم به تو؟ من خونم. ایلیا خیلی ترسناک بود، مثل شیطان بود. خیلی میترسیدم. یه کوچولو ماهی بخورم. نزن منو. من که شیطان نیستم ایلیا. خیلی خوب. حالا این چیز من میکروفون من خاموشه. بچه اینیا هنوز منو داره میبینه میترسم. بله اومدم. نه یا برو نمیام. آفرین. دوباره بای دوباره میکروفونم خاموشه. این یه جوری میکنه انگار اصلا واقعی میترسه. بچه چرا این کارا رو میکنه من نمیدونم. حالا با اینکه گناه هستن این کار میکنم. هیچ کاری بابا، هیچ کاری. گشنم شد بابا، گشنم. ای بابا وای از اینا خیلی دوست دارم. این چی بود؟ یمی. حالا توی کرافتینگ تیبل میخوام از این چیزا درست کنم و ایلیا رو یه کاری بکنم. ای بابا این آب کجا گذاشته بودم؟ چی؟ آها اینجاست. حالا من دوباره شیطان میشم و میرم توی خونه ایلیا رو میترسونم. ایلیا یه دقیقه بیا توی خونه من. ببین بابام. بیا توی خونه من. الان میام. حالا اینجا پس قایم شدم، نمیتونم ایلیا منو ببینه. داره شبم میشه.
اومدی؟ الان خونم رو دوستم. بیا توی خونم. نمیشنوم. بیا توی خونم. کجا؟ ایوا این حتما میتونه ما رو ببینه. نه ندید. خوب اینیا بالا توی خونم. اینیا کاری با درختها نداشته باش. بس. فقط برو توی خونم. من میرم تو خونه اینیا. ایوا من با اینیا رو میگوشم. اینیا چیزی اون تو هست؟ نه. خیلی خوب. کمک! حالا من توی خونه اینیا. حتما اینجا بیاد. تو خونه منه. الان قیف میشم. حالا این منو نمیتونه بکنم. کجایی تو؟ خود واقعی میشم. خیلی خوب خود واقعی شدم. اینیا بله. بالاخره اومدم. اون هیولا رو دیده بودی؟ آره. خیلی تعصب بود. دیدم. چرا دیگه دیده بودی؟ سلام گلاب. اینیا اون هیولا داشت منو میخورد. آره میتونم. کام زد؟ نه بالم. باشه اون هیولای تو رو زد. آره الان من برو توی خونم اونجا یه دونه غذا بردار بخور. باشه من غذا دارم بیا. داری غذا؟ خب پس اونا رو بخور. به منم یه دونه بده. باشه بیا. اوکی الان میام. وایسا. این واسه منه. این واسه تو. ای بابا اینجا هیچی نبود. وایسا الان میام. خیلی خوب بچه ها میکروفونم خاموشه. با این که اینیا خیلی چیزه میخوام براش نقشه هم بکشم. نه که نقشه اینجوری که چیز بشه. اینیا کیک داری؟ آره کیک دارم بیا. لبه. بذار روی زمین میخوام بخورم. میگم داره بیا. نمیخوام اینجا. مرسی دیگه سیر شدن. نه سیر نشدن. نه همه میذارم اینجا که نگاش کنم. اونه هست. ای بابا نه نگرفتم. اونه گرفتمش. شپم گرفتم. خیلی خوب. حالا من میرم توی خونه هم یه کاری باید بکنم. خب تا نیا. کوچولو غذا بخورم. خیلی حالا اینیا من کار دارم. میخوای نیا چون که خیلی خسته میشی. بچه ها همه گوش کنید. اینجا من این میکروفونم خاموشه. ببین اون خونه صورتیه بود. اینیا اصلا اونو دوست نداره ولی من خیلی دوستش دارم و سمی کاری میکنم که دوستش داشته باشه. من این چیزی که دستمه عمرن اگر بذارن که من بمیرم همه درخت هم دارن میافتن. اینو خب ورد کنیم. میرم اون تو خونه صورتیه یک عالمه زامبی میزنم. خب بعدش میگم اینیا بیا توی خونه صورتیه. باشه اینیا میاد توی خونه صورتیه میترسه و چیز میکنه. حالا من میخوام کریاتیو بشم. معلومه که وقتی که من کریاتیو میشم اینیا هم کریاتیو میشه. حالا شروع کنیم. اینیا من میخوام کریاتیو بشم. یه کاری دارم. باشه. تا هم کاراتو هم بکنم. حالا بچه همون کارو میکنیم. توش زامبی میذاریم. بعدش سوای میکنیم. اینی هم میره اون تو. بعدش میترسه و اینجا جیب میزنه. وایسته بعدش یه چیز هم بزنم که نترسه. خیلی خوب اینی هم کاراتو داری میکنی؟ آره؟
نه پس بکن. من صدا میکنم. چرا این در بازه؟ یه زامبی هم میزنم. خیلی خوب بچه. حالا وقت ما این بالا برای زامبی بزنیم. خب گذاشتم. الان سرور نیستی و همین ازم کمک نخواه. این چراغ هم برمیدارم. نه الان زامبی ها رو میسوزونه. خیلی خوب بچه ها اینیا من میرم خونه سرور میکنم. خیلی خوب من سرور میکنم اینیا. بچه ها بیا توی خونه صورتی. اینیا بیا توی خونه صورتیه. برو طبقه بالا. اونجا چستم هست. اونو باز کن بعدش برو تو طبقه بالا. داری میره کجا؟ بیا اینجا من این هم چکلیتا میکنم. اینجا میام بالا ولی خیلی یواشه. اینیا برو توی خونه صورتی دیگه. برو طبقه بالا. طبقه بالا؟ آره اونجا یه سورپرایزه. اون شستم هست اونو باز کن. اینو مراقب باش لعنه. ای بابا جان حتما میمیره. ای بابا وایسا. دیگه کمک نمیخوایی لیا. خودت میتونه بکشیش. اینا کراتیوی الان. الان برای توی طبقه بالا. کجایی؟ حالا من میخوام سروایو کنم. بیا برو. نه دوست دارم ولی بعد از اینجا بره. خب پس من میرم. یه دقیقه این چیزمون خاموش بشه. میکروفونمون خاموش بشه. با اینکه ایلیا خیلی خونه‌شو دوست داره ولی اینکه خونه من میمونه. نمیشه خیلی خوده. تو طبقه بالا هم نمیاد. به حرف من خوش میشه. با همین کنسل شد دیگه. پس همین یک کاری دیگه بکنیم. بکر بلدم. این موقع دیگه باید سروایو بشم. باید بری توی خونت. کلمه گلام میذارم. خوبه؟ آره. زامبی از کجا میاد؟ الان گلام میذارم اونا رو میکشه. توی خونت گلام بذاری لیا. منم میخوام همین کارو بکنم. الان من توی خونت گلام میذارم که زامبی ها رو بکشه. ای بابا نمیتونم بذارم. نمیشه. چون خونت کوچوله. خودت باید زامبی ها رو بکشی. زود باش ولی. ای بابا. الان صبحش میکنن. ببینید من فقط یه بار خوابیدم. اونم که وقتی که میخواستم فیلم بگیرم. بچه هم وایسید. بچه ها مرسی که ویدیو همون دیدید. بالاخره من سروایو بودم نمردم. الان بازم ویدیو همون ببینید چون که میخوام بمیرم ولی نمیمیرم که بمیرم. میامین بالا. حالا اینیا برو توی خونه. چون که میخوام سروایو کنم. برو توی خونه.
1 دقیقه است. 1 دقیقه. 1 2 3. من نمیخوام کنم. باشه کراتیو میکنم. حالا دیگه میخوایم خداحافظی کنیم. مرسی که ویدیو ما دیدین. یا من که نمیخوام مایکرافت بازی نکنم. من میخوام از بچه ها خداحافظی کنم. تا بیا بیرون خداحافظی کن. اصلا کجایی تو؟ آها. خداحافظ. امیدوارم ویدیو ما دیده باشید. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظی میکنم.